آهنه جان من فدای خاک پاک میهنه مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو که ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما. در این بخش ما یک رویداد خیلی بزرگ عجیب فرهنگی صنعتی برخوردار از اندیشه میخونیم که متاسفانه چون پیروز نشد همیشه از آن بدی یاد کردن و اون هم پرواز کاووس به زود و بیگاه که حالا ما میگیم بیگاه یعنی برو. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، اینجا بیگاه یعنی برو. و در تاجیکستان فردا صبح میگن پگه، یعنی صبح امروز نه، حتما صبح فردا پگه یعنی بگاه، یعنی زمانی که بگاه باشه. چنان بود که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه، به دیوان چنین گفت که امروز کار به رنج و به سختی است با شهریار. یکی دیو باید کنون چرب بست که دامن ز هر گونه با او نشست. دیو یعنی در حقیقت اینجا یعنی نیروهای مخالف نیکی و چون کاووس اینجا برگشت به داد و به ساختن ایران، آباد کردن ایران پرداخت و نمونهش اینه که به اونجا رسیدیم که هفته پیش دیدیم که رصدخانه در روی خط راستین، خط استقبال در جزیره فاره ساختن. این خیلی کار بزرگی جهانیه، یعنی چنین رصدخانه‌ای در هنوز هم جهانی چنین رصدخانه‌ای نداره. از طرف روی خط نیمروزانه، یعنی درست جهان باستان رو نیمه کرده، از طرفی روی خط استقبال یعنی از طرف شمال و جنوب هم جهان نیمه شده. من هفته پیش گفتم که همطور که ستاره قطبی رو در ادبیات پهلوی میگن میخ میانه آسمان، یعنی میخ پرگار آسمان زبری نیمکره شمالی، ما در ادبیات در نامه‌های پهلوی از یه میخ دیگه به نام میخ زیرین آسمان خبر داریم، یعنی قطب جنوب آسمان رو هم نیاکان ما دریافته بودن و همه اینها به برکت همون رصدخانه بود که در جزیره فاره ساخته بودن. البته من 20 ساله به جاهای مختلف نامه می‌نویسم که این جزیره رو بریم پیدا کنیم، هنوز صاحب پیدا نکرده، بریم دست روش بذاریم به علت به دلیل این مدارکی که داریم، این از آن ایرانه و اونجا حفاری بشه، اون رصدخانه ها پیدا بشه. هیچ کسی نجا رصد هم واژه عربی و برابر اون هست زولگاه. زولگاه یعنی زول، جایی که زول میزنن. میدونید برای که ستارگان در شب دیده میشن ولی روز دیده نمیشن. اینجا یک ساختمان‌هایی میساختن نیمکره که اشخاصی که می‌خواستن ستارگان در روز ببینن در مرکز اون قرار گرفتن و از این مرکز چاه‌هایی به اطراف همینطور ساخته بودن و سر اون چاه‌ها هم یک پوشش در برابر نور آفتاب که متحرک بود می‌دادن که نور آفتاب به دهانه این چاه نخورد، چون اگه به دهانه چاه بخورد وقت منعکس میشد و نورانی میشد، دیگه نمیشه ستاره رو ببینن. ولی وقتی که هیچ آفتاب به دهانه چاه نخوره تاریک مطلق میشه و ستاره رو در روز میشه دید. من خودم از خیلی از این معنی‌ها شنیدم که بعضی وقتا از توی چاهایی که توی زندگی میکردن
چون مغنی زندگیش تو چاه بوده که بیشتر اینا هم چشماشون ناراحت بود و لاغر بودن، اما بزرگترین مهندسان جهان بودن. حالا بعدا وقتی که در شاهنامه برسیم اونجا من براتون شرح میدم که چه کارهای عظیمی به دست اینا شده. یعنی بزرگترین کار، عظیمترین کار مهندسی جهان همین قناتایی که ما داریم به دست همین بیچاره‌ها ساخته شد. به هر صورت من از مغنی‌ها شنیدم که تو چاه گاهگاه روز ستاره رو می‌بینن. بنابراین از اون چاه‌های مصنوعی که ساخته شده بود اینا ستاره رو می‌دیدن و حرکت ستاره‌ها رو دنبال می‌کردن. اینطور بود که تونستن که در روزم داوری کنن درباره جنبش ستارگان. منتها می‌بینین که زل باید زد. زل زدن به یه چیزی مرتباً به یه چیز نگاه کردن و اگر این زل زدن به انسان باشه یک کار خوبی نیست. می‌بینید روزم که هنوز چی نشسته من زل می‌زنیم، این کار خوبی نیست. اما برای ستاره ها چرا کار خوبیه؟ ولی این کار دانشیه. بعد این وقتی که این زلگاه رو خود ما هر کار کردیم. فکر نکنید عرب از تو بادیه اومده اینا رو ترجمه کرد. نه، خود ما هر خاکستری سر خود می‌ریختیم خود می‌ریختیم. بالاخره فکر کردم باید اینم عربی ترجمه کنن، کردن مزبله بر وزن مفعله. ما وقتی که دبیرستان می‌رفتیم میگفتن اسم آلت که به آلت داله است مفعل و مفعله و مفعال است. این هر سه تا در حقیقت اسم آلته. اون وقت مزبله کردن. وقتی که مزبله کردن و همطور ادامه داشت تا رسید به دست یک کسی که خیلی سطحی در فرهنگ ایران کار میکرد و یک عده مرید هم برخوش پیدا کرده بود به نام زبیه بهروز. فکر کرده بود این مزوله از زاول گرفته شده. بنابراین تو کتاب و مقاله فراوان نوشته این رصدخانه در زاول بوده، در حالی که نه، در روی جزیره فاره بوده. و البته زاول خطش رو نیمروزش رو بکشیم میخوره به جزیره فاره میخوره، اما تو زاول نبوده اینا. یک هیاهوبان که چند ده ساله و هنوز هم تو کتابشون هم هست. مثلا متاسفانه در کتاب تاریخ مهندسی خود ما که ما هم چاپ کردیم، خود من هم اونو ویرایش کردم، این نادرستی هست اونجا. منتها اون وقتی که من این کتاب رو ویرایش کردم به این نتایج نرسیده بودم که اینو درست کنم. در هر صورت هنوز هم خیلی جاها فکر میکنم زاول در حالی که اون پسوند ول و بل همونی که بیل شده، همونی که در زبان‌های اروپایی تبدیل به ویل شده، یعنی شهر. مثل واژه اردبیل که کهن‌ترش بوده اردویل یا ارزویل یا اربیل در کردستان غربی. اینا بیل بعد در تبدیل شده به بل در کابل و زابل، تبدیل شده به پور در بنپور و کوالالامپور، بعد تبدیل شده به پولیس در زبان یونانی که مثلا آکروپولیس، پرسپولیس، اینا همه اینا ریشه ویله یعنی جایگاه و ارتباطی با اون زلگاه نداره. در هر صورت وقتی که کشور به اینجا برسه که بتونه بزرگترین زلگاه یا رصدخانه جهانی رو در تمام این چند هزار سال جاش تشخیص بده و بسازه، باید ببینی که در راه آبادانی کشورم کار زیاد شده. از کاووس همواره به نام تند و اندکخرد و اینها یاد شده، کارهای زشت، اما یه دوره معلوم میشه دوره از این زندگی کاووس که همون کاسپیان باشه. کاسپیان تیره‌ای بودن که بعداً در شاهنامه نامشون شده کاووس. یک نفر هم نبوده و در یه دوره خیلی خیلی خوب بوده که می‌بینیم دیوان به رنج و عذاب می‌افتن، میخوان که کاری بکنن که منحرف بکنن. یکی دیو باید کنون چرب دست که دامن سحر دونه با اون نشست، شود جام کاووس بیره کنند به دیوان بر این رنج کوته کنند. بگرداندش سرز یزدان پاک کشاند بر اون فر زیباش خاک. یکی دیو دژخیم بر پای خواست چنین بود که این چربستی مراست. غلامی بیا راست از خویشتن سخنگوی و شایسته انجمن. همی بود تا یک زمان شهریار ز پهلو برون شد ز بهر شکار. این که پهلو به معنی استان و یه ناحیه است و پهلوان کسی است که
در حقیقت فرمانروای اون هر ناحیه‌ای باشه. اون که مثلا پهلوان خراسان، پهلوان کردستان، اینا پهلوان بودن. اینجا همون پهلوان بود. همین بود تا یک زمان شهریار ز پهلو برون شد ز بهر شکار. بیامد بر او زمین بوس داد، یکی دسته گل به کاووس داد. چون این گفت که این فر زیبای تو، خب که این فر زیبای تو نادرسته. اگر من پیشنهاد کردم با، اگر با بذاریم اون درسته. چون این گفت با فر زیبای تو همی چرخ گردون سرد جای تو. به کام تو شد روی گیتی همه، شبانی و گردنکشان چون رمه. یکی کار مانده است کم در جهان، نشان تو هرگز نگردد نهان. چه دارد همی آفتاب از تو راز، یعنی برای چی آفتاب راز خودشو بر تو آشکار نمیکنه؟ که چون گرددن در نشیب و فراز. چگونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردش چرخ سالار کیست؟ می‌بینیم دنباله همون حرکتی که انجامید به ساختن زادگاه در جزیره فارس. یعنی حالا بیشتر میخوام تفاوت کنیم که ببینن که جریان چرخ و آسمان اینا چی هست. پراندیشه شد جان آن پادشاه که تا چون شود بی پر هم در هوا. ز دانندگان پس بپرسید شاه که از این خاک چند است تا چرخ ما. خب البته به این که در اون زمان که از اینجا تا اونجا مثلا چند میلیون کیلومتر نرسیدیم، اما اون پستیم گام ها رو برداشتیم. یعنی در حقیقت نجوم ایرانی این فاصله ها رو مشخص کرده. ماه نزدیکتر به ماست، بعد از اون خورشید، بعد از اون ستارگان و سپهر، ستارگان معمولیه، بعد سپهری که بالاتر از همه ایناست. مقدمات در حقیقت اندازه‌گیری سپهر. زعود قماری یکی تخت کرد. بود به نام همین یه نکونه از چوب دیگه. یکی تخت کرد، سر دستها رو به زر سخت کرد. وزان پس عقاب دلاور 4 بیاورد و بر تخت بست و سوار. نشست از بر تخت کاووس کی به پیش اندرون. پیش اندرون، پیش اندرون نداره. اینا کم کم اگر شاهنامه رو خونده باشید اینا رو متوجه میشید. من نمیشه به دست اندرش، به دست اندرش، دست رو هم داره جامعه تو دستش بود. خسروی جامع می. خب اینجا با شهر این چیزی که امروز نامش صنعت هست از روبر و باستان و ما پیدا کردیم اینا رو، مثلا چرخ و گردون اینا رو ما ساختیم و هرچی رفته به زمان تبدیل شد به ماشین، اینا همه پایش ماره. حالا من یه تاریخچه از این میگم، خودتون ببینید و واقعا شریک داده بشه. گردونه یعنی این چیزی که توی عکس رو دیدید که مثلا داریوش داره تیر میزنه به شیری سوار یه چیزی هست، اون اسمش گردونه است. گردونه به زبان همیشه هست رفع با سه نقطه در فارسی. این در عربستان این فعل رو داشتیم، رفع. بعد در زبان‌های فارسی باستان با یه نسبت می‌ساختن. مثلا مرد یعنی مرد چیزی که وابسته به یک مرد است. یه این خیلی شگفته که هنوز این باقی مونده. مثلا این جاهایی که داریم قیطریه، منظریه، اورمیه، ببینید اینا همه یه داره. در ارومیه هم نیست، یا تو باشه بعد از این شهر اسمش اورمیه بوده که خب بعدا تبدیل شد به ارومیه. ارومیه نیست خلاص. این یه هنوز هست در زبان فارسی. حتی مثلا ترکیه نمیدونن که این
این یه پایانیش یه اوستاییه، یعنی وابسته به کسانی که اونجا در حال که اون کشورم میدونی که نیمیش کرد هستن، نیمیش هم ارمنی، یعنی یک سوم کرد، یک سوم ارمنی، یک سوم دیگه کسان از نژاد اروپایی بودن. اونا تحت عنوان سلسله عثمانی بعد خودشون ترک خطاب کردن و بعد سیاست پانسلاویسم و بعد ارمنی‌ها رو به دست کردها کشتن و الان کردها اسیر و بدبخت بیچاره اونا هستن در اونجا. ترکیه هم نیست، ولی خب حالا مقصود اینه که یه آخرش این همین پسوند نسبت. خب برای اینکه انسان یا جانوران روی گستره زمین راه برن لازم نیست که راه داشته باشه، برای که از تو دشت همه جا انسان میتونه حرکت کنه بره و مثلا شتر یا اسب یا خر اینا میتونن همه جا پراکنده بشن. شما اگرچه دیگه محروم شدین از دیدن این زیبایی‌های طبیعت، دارین تو تلویزیون دیدین جانوران تو دشت راه میرن و سبزه‌ها رو اون چیزی که لازم بوده که راه رو براش بسازن تا بتونه حرکت کنه همین رفته بوده، یعنی گردونه. بنابراین رفته اون چیزی که براش ساختن که از توش حرکت کنه با یه پسوند نسبت شد رفیه. رفیه یعنی چیزی که رفته یعنی گردونه از توش حرکت کنه. این رفیه در پهلوی شد راس که در فارسی شد راه. خب این راس با اندک تغییر در زبان انگلیسی شد رود و با اندک تغییر در زبان آلمانی شد روتو. با اندک تغییر در زبان فرانسوی شد رو. البته اونو میگن لغو، غیر میگن ترسو، ولی حالا ما همین چیزی که نوشته میشه بگیم رو. بنابراین راه، پیدایی راه در جهان با ساختن گردونه در ایران پیدا شد، آغاز شد و در هر جا هر کس که ماشین داره اونا از توش اتوبان و اینا همه باید بدونن که این راه از ایران آغاز شد. خب ما همه چیز رو به صورت از نیروهای طبیعت استفاده میکردیم. مثلا فرض کنید کشیدن گردونه رو با اسب این کار میکردیم، یا کشیدن گردونه‌های بزرگ برای باربری رو که الان بهش میگیم وگاری، این مثلا این با مثلا استر رو با یاوه بوده. تا موضوع فراموشم نشده بر شما بگیم که در زبان اوستایی یه پیشوندهایی هست که این پیشوندها وقتی میاد معنی واژه رو که باهاش اومده فرق میده. یعنی مثلا فرض هیختن داریم، با پیشوند آهیختن تقویت میشه. هیختن یعنی بیرون کشیدن، آهیختن هم همون بیرون کشیدن، مثل شمشیر رو برآهیختن. اما با پیشوند فرهیختن معنیش فرق میکنه، چون فره حرکت به طرف پیش هست. مثل این که شما یک خمیر دندونی رو فشار بدید، از این ور فشار بدید، از اون ور بدید، یا یه چیزی رو پارچه‌ای که پر آب هست بچینید، از اینجا فشار بدید، از اونجا آبش از اون طرف بریزید. این فرهیختنه. از این فرهیختن در زمان حال فرهنجیدن درست شده که از این فرهنجیدن خود واژه فرهنگ برآمد که فرهنگ باشه. فرهنگ ایرانی یعنی حاصلی از اون فشارهای ممتد متمادی هزاران ساله که بر جان و روان مردمان ایران وارد شده و اثرش و نمونش و نمادش این چیزی که از اون طرف میاد بیرون، این فرهنگ. حالا شما برید بخونید کتاب خارجی رو، آیا برای کلتور فرانسه یا کالچر انگلیسی معنی دارن؟ تعریف فقط دارن، معنی ندارن. خب حالا این پیشبندها معنی میسازن. یکی از این پیشبندها ار هست. ار یعنی پیش برنده. رفع شد ار رفع. ار رفع یعنی رفعی که به پیش میره. بعد این شد اراده. بعد خود ما اراده رو با این نوشتیم شد عربی. بعدم وقتی با این نوشتیم دیش هم کردیم ب شد عربی، دیگه به طور کلی شد عربی. اصلا عرب و عرب هر دوش یکیه.
رو پیدا. این ستم‌ها رو خودمون به خود می‌کردیم. هیچ وقت نمی‌دونیم یک عربی از بادیه نیامده این کار رو خود ما کردیم به دست خود. غرض این که ما از همه نیروهای طبیعی استفاده کردیم و برای هر کار. پس اگر حرکت کردن با رفع در دشت به یاری نیروی طبیعی بوده باشه، حرکت کردن در آب هم به یاری نیروی طبیعی یعنی باد بوده و حرکت کردن در آسمان هم خیلی ساده است که باید اول مردم فکر کنن که با عقاب و شاهین میتونن این کار. اینم باید من بیافتادم که بدونید که غیر از این پرواز کابوس که به شکست انجامید، دو پرواز دیگه هم ما داشتیم. یه پرواز این بود که معمار بزرگی بود در زمان شاپور دوم که کاخ خیلی بزرگی زیبایی برای شاپور ساخته و بعد از این کاخ رو ساخت این رو در یک دژی محبوس کرد. نه محبوس که تو بند و زندان باشه، ولی در اون دژ روزگار کنید که یه چیز دیگه برای کسی دیگه نسازه. نظیر این هم شما دیدید یکی از شاید زیباترین، البته مسجد شاهاسمان هم خیلی زیباست، ولی این قصر مرمرینی که در هندوستان ساختن، تاج محل، اینو یه معمار ایرانی ساخته دیگه. بعد از اینکه ساخت 5 تا انگشتش رو قطع کردن که دیگه نتونه برای کسی دیگه بسازه. اما خب در ایران اونو توی دژ گفتن زندگی کن. این زندگی و اینم خوراک و اینم زن بچت اینا باید دیگه بیرون نیاد. خودخواهی پادشاهانه. او در اون دژ نمیدار پیر و تخته و میخ و اینا خواست و بال درست کرد و مثل این کایت‌ها پرواز کرد و رفت. البته دژ دیگه هم نساخت برای کسی اصل دیگه هم نمیتونست برای که شناخته بشه تو کشور دیگه. این نخستین پروازی بوده که کایت بوده که در ایران. بعد در اون اوایل اسلام یک شخصی در نیشابور بوده به نام فرناس. حتما شما تو کتابای ابتدایی تو چیز راهنمایی خونده باشید. کی خونده این؟ یه نفر فقط خونده. یه شخصی بود به نام تا خونده به نام فرناس. این گفت من بال درست میکنم پاش پرواز میکنم. رفت بیچاره بالا در بازار نشور بالای بلندی بالی که درست کرد، همین یعنی کاری که درست کرده بود، اتفاقا در همون لحظه حرکت باد دگرگون شد. خورد زمین مرد و مردم مسخرهش کردن، دیگه تکرار نشد. شما میدونید که وقتی در اروپا هم این کارها شد 2-3 بار با شکست روبرو شد، ولی بالاخره نفر 4 و 5 اومدن این کار رو پیش بردن. اگر این برنامه‌ها نمی بود و اگر این کاری که حالا خود کابوس کرده نمی بود، ما نخستین پروازهای جهان رو داشتیم از 5000 سال پیش. متاسفانه برعکس شد دیگه دگرگون شد. حالا یکی از کارهایی که شد اینه که وقتی که این همچین گردونه درست میشه، این نباید اول خود پادشاه بیاد توش بشینه شراب هم دستش بگیره. میگه همین شاید باید پهلوان‌ها، کسانی که میتونن کار بکنن، میتونن ورزشکارها اینا صدا بشن و اول به ارتفاع نرن و در سطح پایین‌تر حرکت کنن، بالاخره تا وقتی که به جایی برسه که بالاتر بتونن برسن یا به جایی برسه که کم کم همون تبدیل بشه به کاید. غرض این که ما چون این کار با شکست روبرو شد، در اندیشمون کار اهریمنی به شمار اومد که اهریمن گول زده کاسیان رو که این کار رو بکنن، اما نه، کار اهریمنی نبوده، خوب بود به شرط این مراتب در اون حفظ بود. نشست از بر تخت کابوس کی که پیش به دستندرش خسروی جام می، ز روی زمین تخت برداشتند، ز هامون به ابر اندر افراشتند. چو با مرغ پرنده نیرون نماند، غمین گشت و پرها به خوی درنشاند. خوی یعنی عرق. البته اینجا توی افزودهای شاهنامه اینه که 4 تا بره رو بردن کباب کردن. اول پیشتر از این که چند تا بچه عقاب رو گرفتن، بردن اینا رو با بره و کباب اینا پرورش دادن.
اینا غافل از این که شاهین پادشاه آسمان نمیاد مردار بخوره. اصلا بین جانوران تنها کسانی که مردار خوار هستن یکی کرکس بوده، یکی کلاغ بوده، یکی کفتار. هیچ جانور دیگه مردار خوار نیست. یعنی که پسترین جانور جهان که گربه باشه اگر موش مرده باشه جلوش نمیخواد. اون وقت افزایندگان این کار کردن و بعدم باز 2 مرتبه 4 تا بره رو کباب کردن، به چیز به نیزه زدن و که اینا به هوای گرفتن برها. نه چنین نیست. من شکار عقاب رو دیدم آخرین سفری که با افشینکم رفتیم به کوهستان، باور کردنی نیست. از مثلا فرض کنید از اوج فلک یک دفعه بالا تو خودشو جمع میکنه مثل یک نیزه میشه از ارتفاع 200 متری 300 متری به طرف شکار و نمیخوره زمین. چطور اون خودشو بعد میگیره که اون نخوره زمین؟ وگرنه از اون ارتفاع هر چیزی میخوره زمین میمیره. و خلاصه عقاب بره رو شکار مردار نمیخوره. اینا از افسوس است. چون با مرغ پرنده نیرو نماند، غمین گشت و پرها به خوی در نشان، بدون سار گشتن زرد سیاه، کشان از هوا نیزه و تخت شاه. سوی بیشه شهر چین آمدن، به آمول به روی زمین آمدن. این در این بیت یک شگفتی خیلی عجیبه. یعنی که اگر واقعا بیشه شهر چین بود پس آمول چین. البته باید بدونید که ما یه آمول دیگه هم داریم به نام آمول چارجویی. چارجو البته به تلفظ خود تاجیکا. این یه شهری است کنار آمودریا و از قدیم شهر مهمی بوده. از نزدیکی‌های این بوده که آمودریا یعنی جیهون به طرف دریای مازندران می‌آمده. بعد کم کم بر اثر تحولات زمین حرکت کرد به طرف دریای خوارزم رفت. این هم آموله، آمول چارجو مطورش میگه. با این حال اگر اونم بگیریم میبینیم که بیشه شهر چین با آمول با هم دیگه خیلی از هم دورن. و راز این بیت اینه که این در حقیقت این هواپیما همون هواپیما بهش میگیم، این هواپیما یکی نبوده، اقلا از 2 تا سقوطش ایجاد نامیده شده و 2 تا هم حتما بیشتر بوده. بالاخره اینا همه یکی ثابت شدن و به این کار شکست وارد شد. به جای بزرگی و تخت نشست، پشیمانی و درد بودش به دست. آوردن پهلوانان کاووس. ما در داستان مازندران دیدیم که اون کاووسی که بالا بوده اون پرده رفته ولی کاسیان هنوز هستن. چون کاسیان هستن پس چی میشه؟ پس بعداً کم کم افسانه پیش بیاد که پهلوانان رفتن کاووس آوردن. چند بار در شاهنامه تکرار میشه که بعداً در آینده باز بهش خواهیم رسید. یکی دیگه هم از اینا بیژنه. بیژن بخشی از خراسان بوده که پایتختش همین بزرگ امروزی. این بزرگ بوده بیژن کرد و بعد از اینکه بیژن در داستان بیژن منیژه اسیر توران میشه باز بیژن هنوز هست. پس چی میشه؟ داستان آرایه داستان پیدا میشه که رستم رفت نجاتش داد. کمی که کاووس رو هم رفت رستم نجات داد. اینجا باز میبینیم کاسیان هستن. درسته که اون پادشاه ویژه‌ای که سوار شد به این هواپیما کشته شده، اما چون کاسیان هستن پس پهلوانان رو نجات داده. رسیدن پس پهلوانان به دوی، نکوهشگر و تیر و پرخاشجوی. بدو گفت گودرز بیمارستان، تو را جای زیباتر از شارستان. بیمارستان یعنی دیوونه خونه. ما امروز به بیمارستان جایی که بیمار معمولیه. بیمار کسانی بودن که دیوانه بودن، اینها رو بیرون شهر یه جایگاه‌های درست می‌کردن، اونجا با کند و زنجیر نگهبانی می‌کردن که به خودشون آزار نرسونن یا به دیگران آزار نرسونن.
اینجا بوده بیمارستان. میگه که تو باید بری تو دیوان خونه، تو شهرستان نباید زندگی کنی. به دشمن دهی هزمان جای خیش، نگویی به کس بیهوده رای خیش. و در همین بیت یک حقیقت خیلی مهم هست، و اون که در ایران انجمن مهستان بوده، میگه کارهایی که میخوای بکنی اول باید در انجمن مهستان مطرح کنی. در انجمن مهستان مطرح نمی‌کنی، اون نتیجه‌اش این میشه. 3 بار از چنین رنج و سختی فتاد، سر ز آزمایش نگشت اوستاد. آزمایش این رنج بردن، سختی بردن. آزمایش روزگار یعنی سختی روزگار بود. مثلا جنگ آزمای یعنی کسی که در جنگ بسیار سختی بود. حتی در شعر سعدی دیده میشه که نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است، چو حل مسئله شهر پیش دانشمند مصاف آزموده میگه، یعنی کسی که از مصاف در جنگ سختی بر خودش هموار کرده. از این دستواژه ها ما یه واژه خیلی زیبا داریم، مهرآزمای. مهرآزمای یعنی عاشق، یعنی کسی که از عشق رنج و درد و سختی میبره. اون عشق واقعی واقعا غیر از همین اشک و آه و درد و سختی هیچی نیست. و موقع این عشق به نتیجه میرسه که به هجران بیانجامه. اون وقت انسان در هجران، اون فرد مهرآزمای در هجران مفهوم زندگی رو میفهمه، در هجران مفهوم عشق رو میفهمه. به گمان من هر جانوری رو یه جوری نام گذاشتن براش. مثلا فرض کنید که میگن که جانوران انسان جانور خندانه، میگه انسان جانور ناطقه. اما به نظر من انسان جانور عاشقه. یعنی خداوند عشق رو به انسان هدیه کرده که مفهوم عشق رو بفهمه، درد عشق رو بفهمه. موقع این عشق به ثمر میرسه که به هجران برسه و اون وقت اون شخص مهرآزمای در هجران خودش بتونه یعنی باز هم با وفا نشون بده و هیچگاه نتونه یک لحظه حتی نسبت به محبوب خودش بد فکر کنه. باز همیشه همواره و همواره به همون ترتیب در حقیقت جان فدا و فداکار باشه. در هر صورت آزمایش یعنی سختی. ما واژه فارسی که برای آزمایش داریم امتحان خودش، یعنی واژه فارسی گفتم، واژه تازه‌ای که داریم امتحان است. امتحان هم از ریشه محن یعنی سختی. به گیتی جز از پاک یزدان نماند که منشور تیغ تو را برنخواند. منشور این فرمان به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون با آسمان نیز پرداختی. پس از تو بدین آستانی کنند که شاهی برآمد به چرخ بلند، که تا ماه و خورشید را بنگرد، ستاره یکایک همین بشمرد. میبینید که این کار در امروز در جهان داره دنبال گرفته میشه. هر روز یک کهکشان، هر روز یک ستاره یه چیزی پیدا میکنه. پارسال من در روزنامه خوندم که یک کره تو خالی پیدا کردن در کهکشان ها که توی این هیچ ستاره ای نیست. قطر این کره 1,000,000 سال نوریه. خودتون ببینید چی؟ 1,000,000 سال نوری از اطراف درست دایره کره، هیچی توش نیست. این خدا برای چی ساخته؟ واقعا انسان مات میمونه در آفرینش ایزد. ما به جهان کوچیک خودمون نگاه میکنیم، غافلیم از این که در کهکشان چی میگذره. این کار بدی نبوده، کار خوبی بوده، منتها خوب شکست خوردن. داریم در جوامع داریم که یک کسی بلند میشه کار خوب بکنه بعد خود شکست میخوره، ما پشت سرش حرف میزنیم. من از اول بهش گفتم بله خیلی از این چیزا روی داده در تاریخ بشری. چون این دو پاسخ که از راستی نیاید به کارندرون کاستی. همه داد این در این زمان اون دست رئیس انجمن مهستانه، یعنی فرمانروای خروران، یعنی کردستان و لرستان و آذربایجان. یک وقتی بود که ریاست انجمن مهستان ایران با نیمروز بود، یعنی زال بود رئیس انجمن. حالا می‌بینیم گودرزه داره در انجمن مهستان این سخنان میگه.
همه داد گفتی و بیداد نیست، فام تو جان من آزاد نیست. فام یعنی وام، در پهلوی بوده اپام، بعد در فارسی شده عوام هم داره. ما در مقامات ابو سعید ابوالخیر بودیم عوام داریم. عوام یعنی قرض. تا در وجه عوام یکی کرده بودیم بپردازیم، همین جمله هم تو اومده. یعنی در حال اپام به وی تبدیل شده عوام، بعدم باز الفش افتاده پ به ف تبدیل شده فام، بعدم اون عوام باز الفش افتاده شده وام. همه داد گفتی و بیداد نیست، فام تو جان من آزاد نیست. چو آمد برای تخت کاخ بلند، دلش بود چون کار مانده نژند. ز شرم دلیران منش کرد پست، خرام و در بار دادن ببست. خرام عبارت از وقتی اگه کسی میخواستن به مهمانی دعوت کنن، اول یک نوید میرفت. نوید نی و ایده اوستایی یعنی آگاه کردن. یک کسی میرفت آگاه میکرد که مهمانی قراره مثلا 4 روز دیگه، هفته دیگه انجام بگیره. بعد روز مهمانی همون کسی یا کسی دیگر رو میفرستادن به عنوان خرام، یعنی بره با مهمان با هم بخرامن بیان به مهمانی. میگه خرامو در بار دادن به بست، مفهومش اینه. چو بگذشت یک چند گریان چنین، ببخشود بر وی جهان آفرین. یکی داد نو ساخت اندر جهان، که تابنده شد بر کهان مهان. نبرد 7 پهلوان. شنیدم که روزی گو پیلتن، یکی سور کرد از در انجمن. از در یعنی شایسته. یکی سور کرد از در انجمن، به جایی کجا نام او بود نوند. به دو اندرون خواهی بلند. تبدیل ره به نه در زبان ایرانی دیده شده. نوند در حقیقت ریوند که یک کوهستانی در غرب شمال غرب نیشابور که جایگاه آتشکده آذرگرزی مهر بوده. یعنی آتشکده هوتوخشایان، واسطه‌جوشان، یعنی دستورزان، صنعتگران و کشاورزان. چون در ایران باستان 3 آتشکده بزرگ داشتیم. یکی آذرگوش هست در تخاب آذربایجان، امروز بهش میگن سلیمان. اون ویژه ارتشداران پادشاهان بوده. یک آتشکده دیگه دارید در لرستان فارس به نام فرنبق، یعنی فر ایزدی. این ویژه موبدان بوده و یک آتشکده بود ویژه ملت ایران بوده که در همین کوهستان ریوند بوده. حالا وقتی که ایران شکست خورد، متولیان آتشکده آذرگوشان تو گشست به شاهان و ارتش بودن، آتشکده رو رها کردن، کم کم آتشکده ایران شد. متولیان آتشکده آذرفرنبق هم که موبدان بودن اونجا رها کردن، اونجا ایران شد. اما متولیان آتشکده برزینمهر که کشاورزان و صنعتگران بودن، خب اینا میرفتن اونجا بود. کم کم که اینا اسلام رو پذیرفتن، همون آتشکده رو بهش رنگ اسلامی دادن. کوه ریونده. اینجا به جایی کجا نام او بود نوند، به دو اندرون کاخهای بلند. بزرگان ایران بدان بعد کار، شدند انجمن نامور یک سپاه. ابا هر یک از مهتران مرد چند. البته این باید اگر بخوام درست بخونیم باید بخونیم مرد چند. مرد یعنی مردی و حالا در خراسان هم تو گفته میشه. مثلا یک زن عمل، یعنی یک زنی اومده. در تاجیکستان هم همطور. این یای وحدت که میگن ای باید خونده بشه. بنابراین اگر بخوام درست بخونیم باید بگیم مرد چند. اما هر یک از مهتران مرد چند، یکی لشکری نامدار ارجمند نیاسود یک تن زمانی ز کار، ز چوگان و تیر و نوید و شکار.
به مستی چنین گفت یک روز گیو به رستم که ای نام بردار نیو. گیو پهلوان لرستان بوده، فرزند بوده است، یعنی پیوند لر به کرد اینطوری از اینجا معلوم میشه. البته در همه رفتار گفتار کردار زبان و اینا خیلی دیده میشه. می الان هم زبان لری به لکی، البته لکی و کردی خیلی نزدیکه و دیده میشه، الان دیده میشه، ولی خب در شاهنامه هم اینطوری گیو پسر بوده است. به مستی چنین گفت یک روز گیو به رستم که ای نام بردار نیو. اگر ایدون که رای شکار آیدت، او یوز دونده به کار آیدت. چون یوز پلنگ رو برای شکار به کار گرفته. به نخجیرگاه ردافراسیاب بپوشید تابان رخ آفتاب. یعنی رفت شکار کنیم تا اینکه گرد از پی اسبان و شکار بلند شه، رخ آفتاب پوشیده بشه. بدو گفت رستم که بی کام تو مبادا گذر تا سرانجام تو. یعنی تا وقتی که هستی در جهان همواره جهان به کام تو باشه. ببودند یک سر بر این همسخن، کسی رای دیگر نیفکند بون. میگه در مستی دیگه این کار کردن و همه شادمان بوده باشه. برفتند با یوز و با باز و مهد، گرازنده و شاد تا رود شهد. به نخجیرگاه ردافراسیاب به یک دست ریگ و به یک دست آب. تلی هر سوی مرغ و نخجیر بود، او گر کشته گر خسته تیر بود. یعنی شکار میکردن یا میمرد یا از تیر خسته بود و مجروح بود. به یک هفته از این گونه با می به دست، گهی تاختن گه خرام و نشست. اینا که هر کدوم برخوشون چادر داشتن بازم خرام و نوید و اینها برگزار میشده. خب امشب شما تشبیه به آسنگ به چادر ما یکی همینطور. به هشتم تهمتن بیامد پگاه، یکی رای شایسته زد با سپاه. که از ما به افراسیاب این زمان، همانا رسید آگهی بی گمان. یکی تاختن سازد آید به جنگ، کند دشت نخجیر بر یوز تنگ. گرازه بزد برنهاده گرازه بزه برنهاده کمان. بیامد بر اون کار بسته میان. وقتی که میخواستن برن به شکار اول کمان رو به زه میذاشتن. حالا من با دست نشون میدم به شما. کمان چون فلزی بود، کمان ها نخستین که با چوب بود. کمان فلزی اگر قرار بود که همیشه زه به کمان باشه، زمان کمان خم میشد و نیروش کم میشد. وقتی کمان بود آزاد باشه. موقعی که میخواستن برن به جنگ یا موقعی که میخواستن برن به شکار، این کمان رو یک زه یک طرف تو قلاب سر کمان بود. بعد این زه تا وسط ها مثلا اینجای کمان گره داشت، اینجا داریم. اون کمان رو باید از اونجا خم کنن بیارن پایین تا این کم این زه بیفته توی مرغت کمان. و برای اینکه این کار رو انجام باشه باید بشه باید رو زمین باشه. یعنی اون سر که زه داره رو زمین بگذارن، اون سر دیگر رو روی شونه و روی بازو دست، یعنی با حرکت تن و با حرکت دست اون ببرن پایین. چون حرکت تن، نیروی تن با عضلاتی که داره بیشتر از دست هست. اینطوری باید ببرن پایین، کم کم اون زه بیاد اینجا تمام بشه. و همین که دیگه کار شکار تمام شد یا کار جنگ تمام شد، باز دو مرتبه زه رو با همین فشار بیارن، زه رو آزاد کنن که کمان خسته نشد، کمان مونده نشده باشه. کمان مونده دیگه به درد نمیخوره. حالا گرازه که فرزند بزرگ گیو هست، به زه برنهاده کمان. بیامد بر اون کار بسته میان. سپه را که چون او نگهدار بود، همه چاره دشمنان خواه. چاره کردن دشمنان آسان. به نخچیر رو خوردن نهادند روی، نکردند کس یاد پرخاش جوی. آگاه شدن افراسیاب از آمدن پهلوانان ایران به نخچیر. پس آگاهی آمد به افراسیاب از ایشان شب تیره هنگام خواب. این نشون میده که همونطور که ما دیوان برید داشتیم، افراسیاب یعنی تورانیان هم دیوان برید داشتیم. البته درست اینجا افراسیاب ناچار هستیم ما با خواب
پسابا بدیم. یعنی اگر بخوام افراسیاب حتما با خواب یا با آب یا اینجور چیزا باید پسابا پیدا کنه، ولی بوده در توران هم، چون اونا بالاخره فرزندان فریدون بودن دیگه، اونا هم این دستگاهی که ما داشتیم اونا هم داشتن. به این خوبی که در ایران بوده نبوده، ولی خب بالاخره داشتن. ز لشکر جهان دیدگان را بخوان، ز رستم بسی داستان ها بران. داستان ها بران یعنی مثل زد. ازان هفت گرد سوار دلیر، که بودند هر یک به کردار شیر. تلفظ درست ازان هفت گرد سوار دلیر، که بودند هر یک به کردار شیر. که ما را بباید کنون ساختن. ساختن یعنی آماده جنگ شدن. به ناگاه بردن یکی تاختن. گر این هفت یل را به چنگ آوریم، جهان پیش کاووس تنگ آوریم. به راه بیابان برون تاختن. بیابان خوارزم در نظر بگیرید. دریای خوارزم رو که امروز بهش میگن آرال، بین دریای خوارزم و دریای مازندران یا هیرکان یا گرگان یا آبسوفون یا گیلان، این یه بیابونه، یعنی نرسیده به اون گذر جیهون، این آمودریای باستانی با دست بتونشون بدن. این در نظر بگیرید دریای مازندرانه، این هم دریای خوارزمه. این رود جیهون یا آمو که میرفت از اینجا چارجو میومد میریخت به دریای این خلیج شیخ حسین قلی بالای اونجا جاش هم مردم هست، اونجا میریخت به دریای مازندران. این قسمت بالای آمو دریا بیابون یه جایی بود مثل همین آریزونا امروز که در آمریکاست. تا بهار بود، هوا خوب بود و همین بارون می‌بارید، همینجور سبزه برکه‌های آب و اینا. پیشتر اگر بیاد داشته باشید، در نخستین یورش تورانیان گفته بود که دل شاد بر سبزه و گل برید، سپه را سوی شهر آمول برید از بیابون. چون از دامن ابر چین کم شود، بیابان همه شاد و خرم شود. دل شاد بر سبزه و گل برید، سپه را سوی شهر آمول برید. منوچهر از آن شهر جنگجوی اومد. نشون میده که تنها موقعی که میشد از اینجا از بیابون استفاده کنن همین اواخر خرداد اوایل تیر بوده. همه جا برکه آب بود، سبزن بود، اسباب میتونستن چرا بکنن و دیگه تابستون اونجا خشک میشه. همین الان هم هست. من تو نقشه ها میبینم تو بیابون فقط یکی دو تا شهرک کوچیک کنار دریا، چیزی بیشتر همین الان هم نگاه کنید نمیشه. حالا اینجا میگه که از راه بیابان برای که زودتر بتونن برسن این نخچیرها. به راه بیابان برون تاختند، همه جنگ را گردن افراختند، یعنی برای جنگ گردنها رو افراختند. ز هر سو فرستاد بیمر سپاه، بر آن سرکشان تا بگیرند راه. گرازه چون گرد سپه را بدید، بیامد سپه را کنه بنگرید. چنین گفت با رستم شیرمرد، که برخیز و از خرمی بازگرد. که چندان سپاه است کاندازه نیست، ز لشکر بلندی و پستی یکیست. چو بشنید رستم بخندید سخت، بدو گفت با موست پیروز بخت. سپاهش فزون نیست از 100,000، انان پیچ و برگستوان بر سوار. یکی باشد از ما و زیشان 1000، سپه را چه باید گرفتن شما؟ یعنی شمار سپه مهم نیست، مهم پهلوانه. تو ای می گسار از می زابلی، بپیما تا سر یکی بلبلی. یکی در حقیقت حالا با کدو بوده یا با چیز دیگه با سوپال میساختن که کدوی تنگی داشته، وقتی که شراب ریخته میشده صدا میکرده، بلبل مثل بلبل صدا میکرده. این اسمش بوده بلبلی. یعنی در حقیقت حالا شیشه یا سفال یا کدویی که وقتی شراب میزن صدا میده. مثل تون؟ مثل تون، بله. تو سرش طوری بوده که صدا میده. به کف بر نهادان، ببخشید، به کف بر نهادان درخشنده جام، نخستین ز کاووس کی برد نام. آیین مینوشی ایرانیان بوده که جام نخستین رو به شاهی شاهنشاه می‌داد.
جام دوم رو به شادی سپهسالار خراسان، جام سوم رو به شادی سپهسالار نیمروزان و جام چهارم به شادی سپهسالار خروران. بعد وقت دیگه برای بزرگان شهر و کسانی که بودن. من یک گفتاری نوشتم بکنم 30 سال پیش به نام پژوهشی درباره می. توی چیز هست، توی سایت بنیاد هست، بخونید ببینید که چطور چه آیینی داشتن. حالا این به یاد شهنشاه که میگه یعنی میخواد آغاز کنه، یعنی اون روز هنوز آغاز نکرده بودن، این آغازشه. که شاه زمانه مرا یاد باد، همیشه بر رومش آباد باد. تهمتن دگر جام را داد توس، چنین گفت این باد بر روی توس. توس سپهسالار خراسانه، این دومی رو. اون گفتار رو بخونید متوجه میشید. سران جهاندار برخواستند، ابا پهلوان خواهش آراستند. یعنی نشون داد، تهمتن نشون داد که اولی رو یاد کابوس خورده، دومی رو به توس، بقیه هم میخواد همطور بخوره. برای اینی که بلند شد گفتن که دیگه ادامه نداره. که ما رو بدین جام می جایی نیست، به می با تو ابلیس را پایی نیست. یعنی جورش بتون نمیسه می زاولی سرخ در جام زرد، تهمتن به روی زواره بخورد. زواره در این زمان دیگه پهلوان سیستانه، نیمروزانه. ببینید سومین جام رو به یاد زواره میخواد ادامه بده. زواره چو ساغر بکرد بر نهاد، هم از شاه طاووس کی کرد یاد. اون نخستین جامشه، اون رستم جام نخست به یاد کاووس بود، دومی به توس، سومی به یاد زواره. حالا زواره باش همراه میشه. او باید چیکار کنه؟ اون بیاد به یاد کاووس بود. بخورد و ببوسید روی زمین، تهمتن بر او بر گرفت آفرین، یا بخواند آفرین. که جام برابر خورد، هژبر آن که او جام می بشکرد. یعنی جام می رو دست خود فشار بده بشکنه. این داستانه هزار یک شب را اگر خوندید به جاهای خیلی مهمش که میرسید گفت خب اون شب تموم شد، بقیه‌شو فردا شد.